تدبیرکاری در ناحیه زیبامنظر ما طرف رواج می‌یابد و این در تامین فراوانی حیات مردم و تامین اهالی به جای کار دائمی اهمیت مهم کسب می‌کند. در اساس قرار دیوان وزیران و دستور اینوستیسیونی در ناحیه یکچند فعالیت تدبیرکاری براه مانده شد. یکی از آنها کارخانه همکاری رای بریلیانت اینوست میباشد که این کارخانه در مؤسسه جمعیت سهامی نسای شهر اومس تشکیل کرده شده است. کارخانه مذکور امروز مورد استفاده قرار گرفت و در مراسم گشاده شوی حاکم ناحیه فرخ اوسرف نیز اشتراک کرد. حاکم هنگام سخنرانی قید نمود که تدبیرکاری عامل مهمترین پیشرفت مملکت از جهت اقتصادی میباشد. از این خاطر در مملکت ما برای رشد ساحه مذکور اعتبار جدی داده می شود. واقعا سالهای آخر در مملکت ما جلب نمودن اینوسترها به یکی از سمت‌های مهمترین سیاست دولت تبدیل یافت و در این جاده ازبکستان عزیز به موفقیت‌ها نیز نائل شده ایستاده است. ما ایاخش ما اینوستیسیون دستور در آورده شهر ما حرکت کرده تا همین روزه من ایاخش زمانوی آدر زمانوی وکره ساخته بتونیش کردم. غیر از این من وزیر محکمه قرارش کرده 793 قرارش کرده ما اینجا بناهای ساخته استفاده سپاردیم. در کارخانه همکاری رای بریلیانت اینوست نقطه‌های تعمیر اتومبیل‌ها، اتومایکا، نقطه سوزشواری، رستوران و نقطه فروش قسم‌های احتیاطی اتومبیل‌ها براه مانده شده است و زیاده از 10 نفر به جای کار دائمی تامین شدند. نقطه‌های خدمت رسانی کارخانه مذکور پور به طور زمانوی تشکیل کرده شده به اهالی خدمت صفتناک می‌رساند. Я хочу благодарить всех сохского народа. Хочу их поздравить с такой невероятным праздником. Сегодняшний день, смотрите, какой красивый, какой красота мы создали в нашем районе. Все для нашего народа. Мы хотим все технологии, все оборудование. Совместная компания произведена с Россией. Я надеюсь, что в дальнейшем мы еще будем больше расширяться в нашем районе. И планируем на следующем году более 30, более 40 человек устраивать на работу, создать такой же комфорт, такое же условие для нашего района. در حقیقت کارخانه مذکور در اساس دستور اینوستیسیونی تشکیل کرده شده همه تکنولوژی‌های ضروری از مملکت روسیه آورده شده است. تدبیرکار نیت دارد که در سال 2020 از امکانیت‌های به صاحبکاران فراهم آورده ثمراناک استفاده برده فعالیتش را باز هم وسیع نماید و زیاده از 30 عدد جای کاری دائمی تشکیل کند. باز یک جهت اهمیتناکش در آن است که رستوران زمانوی در اسلوب رستوران‌های اروپا ساخته شده است که به راه ماندن چنین انشاءات در ناحیه بار اول است و از رستوران‌های شهر یگان فرقی ندارد. در ابیکت مذکور وای فای نیز براه مانده شده است و میزاجان می توانند از اینترنت به یگان مانع استفاده برند. مزه طعام‌های خوش صفت و خوش طعم تا دیر از زبان نمی رود و از همه مهمش پزنده‌های ماهر وادی بر اینجا جلب کرده شدند. خلاصه مورد استفاده قرار گرفتن چنین ابیکت‌های اجتماعی در ناحیه واقعا به منفعت خلق سوخ است و خصوصا در رواج ساحه اقتصادیات ناحیه سوخ چنین کارخانه‌های همکار اهمیت مهم کسب می‌کند.